اون زن موی تو نیست اون دیوانه زن من چی رو جان میکنم تو برو جان میکنم خون مغول نکن میفهمی نمیفهمی این اومدم بیا جاسی من جالسته نمیتونی حال تو لازم است که تو بری مادر تو بپالی حال خراب کردم شاید خانه کارخندهش هست طرف دارلمان کجا رفته کاتونم بیادر خود من چون کدام حتما پیشم بیادر خود رفته کجا رفته اونجا هست او گم نمیشه چی شده باز؟ میفهمی چی کردم رفتم تو پیشتر گفتی که تا ندادم میبینی من رفتم گفتم باشه امروز یک دفعه گپ بزنم آمده سلما بچه من نبرده خوارتان راست میگم کنم دروغ میگم خوارتان رفت گریخ کرد کنم توی دیگه اگر پشت ما سعی کنم چی سعی میکنی پشت سرتا شروع تا بگیم که در جایی نفتی های نم تو میره حال رو میگه کدام در خانه کی رفت کجا هست ما نمیفهمیم جوال شما نداریم ملکه بله شدی بیاد اینجا چقدر خانه که از باش که جمپر رو آب باشم بپاش دیگه زود کن خود چرا بگو گپتا خواهر گفتم ما پایین سر پدرم بری یک 2000 دیگه از خبرم بریم بگی خیر سی از مادرم تو پس که دوستایی تو من 2000 نیست فهمیدی؟ خیر پیسه نیست یک چیز صحیح بخرم چی کردی پیسه تو قدر وقت که پیسه تو جمع کرده بودی؟ نه خب مصرف شده بگه مصرف شده خیر است نه سهل کو پیسه 100 روپه و 200 روپه که برات پدر موبایل میداد چی کردی؟ خب مصرف شده دیگه جمع نکردی سعی کنم چقدر بر تو گفتم پیسه تو جمع کنی تو یک معامله میشه پیسه از کجا میکنی؟ خالی من خب پیسه بس داده خود تو نیست که پیسه نداری 500 روپه که از برز مادرم دوام بگی نه پیسه نیست تو پس که کما چه داری ما جور کنم تو جور کنم نه جور شد خیر از جور نمیشه خب پیش مادرم بگی نیست پیسه فهمیدی اما پیسه را که دادی تو نمیری هر چی که میخری بخر نه 500 روپه کم است خیر است خوراک مستی اینا اگه ما بگویم مرا میگه تو میری چیزای نوک میزنی اگه تو بگی کاش که ماسک تمیز زدی من ما ماسک نپوشیدیم خیر ماسک میزنیم باز خیر است تو آقای مادرم بگو بس پیش پیسه بگی خیر است نیست پیسه خیر است دیگه خیال چی بگویم با گفت کنی خیر است مرا نمیتگنی من پیسه ما جمع کردیم تو چرا پیسه تو جمع نکردی من وقت رو نگفتم پیسه تو یک گروپی تا باز تو را خب من نمیگم که 50 دیگه جمع کرده باشی 100 200 تو مصرف کردی خب مصرف شده دیگه روزگاه خدا زده خراب است یا که رفت نمیشه رفت گفتم برو توی برشی چیز که گم شدم تو تلفنشم رفت نمیکنه و خدا مادرم بیخی مرا دیوانه کرد حالا رفته بودی گپ معلوم میکردی که توی میتن نمیتن میامدی حالا زمستان هم از سر برم معلوم میشد یک کار روزگار معلوم میشد تلفنم قط رفت نمیکنه من چه می دخترها چی شد بلی از خدا یه چای پر برم کردن ماندن رفتن من نگفتم که خوی تو فلان نره پس کو جان دختر استی خب خیر است تو بر پیسه بگی دیگه بود از پیسه خود جمع میکنم برای سیلالایم جمع میکنم بار سیلالای تو خیر است
تو خب میفهمی که خیر از دیگه تو دادای مصرف مستی شیرینی خوری. ببین مصرف شیرینی خوری، کالا و لباس از اون مردم که برای روز میگیریم چقدر سخت است، مشکل است. من روزم برم به پدر مادر بگم باید بعد پیسه آورده از ایران کد خواب از ایران پیسه آورده خواهی نه خب کلشو هر چقدر که پیسه مصرف کنی مصرف پیسه از میشه. خود جا آورده دیگه پیسه خود داره آن مادرم صدا داره خیر از بگویش. این ما بایکای میره اینجا میمونم زود کده بگویش خیر است یا بایکای ما رو میگیریم بیا اینجاست مادرم بیا بگویش خوی نبرم پیسه بگیریم صحیح خوب سرم تکی دو میکنه. چی شده خورشید؟ بله مادر. حالا چی شده اینجا گلاسا رو پر کردی در زمستان برام مانده؟ حالا شما چی شده گم شده؟ اینو چای هم یخ کرد؟ مادر جان تیار میشید. کجا میرین بخیر که تیار میشین؟ مادر جان بریم بازار یکم چیز بخریم. حالا خبر سر که تو گلاسا رو جا پر کردی ما نمیگن در زمستان روغن چپش او چای نه. حالا چی جبر چای تا یخ چند ساعت شد که رفته برام تیار میشدم کار یارم خلاص. کجا بخیر؟ بریم بازار یکم چیز بخریم. هیچ ضرور نیست باشیم در خونه کس بچه میریم اونجا مفتی کدام جای پای مایتان میریم در این خونه ما کار خلاص کردم که بریم یکم چیز بخریم. شوق است مادر جان چطور کنیم؟ تو ما میفهم کل فساد زیر پای تو خود توی یاد میده که بیاگ بریم نه مادر جان. نه مادر جان ما این دفعه چیز نگفتیم خودش هم کرده گفته بریم یکم چیز بخریم. چی جبر بچه ما سرد از هنوز میگه خانه آروسخیل هیچ گپ نه خانه شاخل هیچ گپ نه خانه آروسخیل دنگ هنوز بی تو جا رفته هیچ حساب معلوم نیست که وا توی بریشی کردن میتن توی نمیتن شما وقت بری کل پیسه رو خرج کنید ما هیچ چیز ما نمیکنیم. گفتم خیال شیرینی خوری خود کردیم. شیرینی خوری نمیکنم بچه من یک جای بخیر خوبی توی میکنم در زمستان چی جبر از غیر خواهی نه توی میکنیم بخیر بزن نوزم دیگه خانه میشه مادر جان عروسی بیادرم باشه کالای کنه وقت یک دفعه شیرینی خوری کنم براتون که بریم بخری باز یک دفعه دارسی شما یک چیزایی هست ما شما رو میشناسم نه دور مولکا بانم تو مادر جان بچه نره بچه پیسه هم نیست در وقت در شرایط تو قبل پیسه تو بانه که دفعه مسابقه توی معلوم شد خیر مادر جان پیش از پیش میگیریم یگان چیزا پیش ما باشه باز کجا میشه میمانداری بیام می باشه نمیتونیم از خانه بریم بیبیمون می باشه. ملکه گفت ما از مادرم پیسه میخوایم. پیسه نگویی که خبر کردیم چیزی که داری چی کردی پیسه که براتون دادیم هر روز جمع میکردیم پیش مخ 5 سر پس ما دیگه خودت 2000 روپیه دیگه کار داریم کارمون میشه. 2000 پاک دیگه دار میشه که حالا یک 2000 پاک دیگه بگیری نه بچه نمیشه بخیر برو بخیر پیسه ندارم بخیر خیر است مادر جان. خیر است پیسه بده. آش ضرور باید بری بخیر. خیر مادر جان. یک کار خونه رو بخریم مادر جان. دیگه خیر است که گرمش میکنین دیگه دیگه خلاص است دیگه کدام چیز نیست. دیگه شما را گپ زدن نمیشه میری دیگه. هم میکردیم تو پدرم شده بود باز خیر است. زود میاییم یک ساعت زود کردن. حالا باز حالا می پدر تا دیدی که یک بانه برش پیدا میشه خال مقال سر مندازه دختر. مادر جان. من لازم چی قامت ناقی یک برش بانه میشه باز میگه که دختر چرا پدرم خال مقال خودم میکنه گالم برم خال مقال میکنه یک هفته بعدم برس. باز وقت میرفتی تو وقت پدر آمدن تو وقت پس میومدی خانه. حالا اینجا که صبح حالا نو بریم بجه پس می. خیلی مرغ تانی عقل داره باید بریم دیگه. تو بخدا پیسه دیگه پیسه چیز دیگه یا برم در جایکش مجبور که یا برم قلب کلیه و ترواز کنم برم قلب کلیه و ترواز کنم. خب بخی ما برم براتون بتم گمش که دست شما خو خلاصی ندارم گمش که وردار پیاله تا بخی که چپا میکنی چه داری خالی نری بازار چی نمیگه زن نگو که توی مینم کاس بون خودم اندازم شما رو بازار گفت از بون خودم اندازی یک ما برم براتون ما چوب کلیم اینجا بود چی شد کلیم پیدا کنم نه اونجا است موزیک باکسمون میاد. شده بچه می دختر آچی شد در سو رفتن ای خدایا یخ کنم مشکل کرده دوام کتش بخورم چی خواهد شد خدایا مشکل های ما حل کنی و خدایا اگر روشن پرتی و خدایا دیگه یک اول خوش بیا از دختر این دختره که مام دلش جمع شد میخی دلک شوشت بابو بیا بچه چی میکنی؟ اینم چی کتر زده را اسم بخدا او مادر اینم یعنی ما چی جواب بتم بی آجی گفت من میایم ما چی جواب بتم اینم یعنی زنگ زد من اونه کتش گپ زدم تو گفتیش بیا نه خودش زنگ زد او مادر جان من چی کنم بگو من چی چاره کنم اینا لی بینی بوریده گیره کجا برم تو نکو گیریان گمش که حالی دی چند است که گیریان کردی نالک کردی یافت شد
چوت بزنه یک راه بسنج با گیران چیز پیش دعا نمیرن که یک موتر بزنه دعا که مرگ بتش خدا جان از این بینی بویدگی از این شرم خو بیغم اگر دعا کردم خداوند تعالی اگر هم روشنی پرده که هم دختر بیای پیدا شد از رام روشنی خلاص شده با مادر جان بینیم بریده شده شرمیدم بیقینال بیا جی بیای بچه جواب بتم بجره نه با تو آواز خدا آواز دور داشته باشه کاش که میمور که آواز من نتم گیرم میکردم کاش که میمور کاش که بیای چی بگویم چی جواب بدم ما نجور میکنیم از او که یک چرت تا دیگه چی بگویم میشه دکی تو چی جور نمیشه بچه کل ما گیرا کرده بیرام کرده نفس ما فرم فشارا بالا شد کلش تگیره چیز نمیشه نکو گیره دیگه نیک بازی یا من خدا مرگ بته یا دختره دیگه حوصله به من نمان مادر جان تو بگو من چی کنم گوی همیشه بسای نکو گیره کدام چی بگویم او مادر تو چی میگی اون زنه وارم از اگه بیای میگه تو دیگه میبیوگی کرد نتانی خیلی میگه رفته خانه کی بگو رفته امروز وی حالو خونه میشه چند خانه کی رای کنم مسئله یک روز نیست مادر که بگم که مسئله یک روز بگم رفته خانه مادر یا رفته خانه خالش یا دیگه این خو مسئله عمرسی خو میگه بسیار باشه در روز پنج روز یک آمدن شد با تایگه دفعه که میایه بی بیاجی یک میشه که پیدا شد حالا تو خونه میمانه سردگم ای اسناد ای خدا تو چی کم بود داشتی نه روز ماست نه شب میفهم نه روزه گم و در گم است مرد قبر رو برو پرسان کو که کجا است دروازه را که باز مونده باز خدا دایی خیده زمستان ای اسناد چی کم بود داشتی ماشم تو چی کم بود داشتی رفتی گم شدی من مادرم جگرخون ما جگرخون سردرگم هستیم سردرگم کجا بریم پشتت کجا بگردیم دی برف خدا تو هم دفعه کامت خمیره بس پا باشکای تا چرا من خون میکنی نمیگلی سو بابا او مادران من خیلی تو کنم تی یک راه رو برم نشان بده بگو من این جوابم بی بیاجی تو داده میتانی نه من میتانی نه من میرزم میگم که یک جایی رفته خبر نبود از تو یک راه روشنی نشان بده خدا جان مشکلات ما رو حل یالا باز به مادرم چی بگویم مادرم روز تا شب گریان میکنه شب خونه میکنه گریان وضعیتش خراب میشه بیچاره خدا توبه نگو گیره خیره تو مادر تو چطور یک کشکای چیکار من خون میشه دخترم نگو مادر داره تا تلقیدن آمد دیگه چی کنم چی چرا دارم مادر چرا مادر جان؟ داریم مثلا که نباشه یک دوست از این مادر تو با خدا یکی چرا دختر میبینم بیخ دختر جارش تلقیده از پالیده هزار کس میره پرسان میکنه خیلی مالی که پالیده مقصد بود پیدا شد میشه باز چی کنم میشی باز مریشم خوب است از این میکردم مرگ خوبه چی کنم این زندگیست هرچی کم بود اما دختر هرچی کم بود مادر تو بگو دخترم آبش میرسید نانش میرسید لباسش میرسید خوب میخورد خوب میپوشید دوست دشمن پس نمیماند و بچه کارا کرد خب بگو مو دختر مریض میشی بگم منم جگر خون میکنی میبینی که روز تا بگم جا میگردم پیش شما خانه که بهم باز جگر خون میشم که چی کردی چطور کنم دخترم نیست چی دارم بیبی جان دیگه کس نبردش هم فردین گم است کتش فردین بردش کی گو خبر شدم اینا دیدی مادر من نگفته که نمیکاره دست فردین از هم نمیکاره کده خبر چه یادتت گشت نه فردین بردش اونم مادر دیگه کی بچه همه بلای جان اینه چه باش خواهده خب پیداش خب من رو میگم مادر اینم یا بردن نیست کی بردن کی میبرن نیست هیچ کس نمیفهمه کجاست مادر دختر از خانه نمیبرامد از این تنولی سرش نمیبرامد این بیشرف پس دانه اینه بچه خرازه میبرده دیگه کی میبره دیگه کی دختر ما رو کمرا میکنی نمی بیشرف آیسته که میکنه که فردین برده پیدا میشه خود فردین هم پیدا من به جانش هم میرم مادر مایتون نمیمانم به جان ننوی میرم آلو خبر داشتم بکنم بچه خود پیدا میکنم این دلم آرام نیست که از طرف سنت کدام گپ سرش نشده باشه موتر چیز نزده باشیشم دی برف دی خنک مچم کجا باشه یک اول مرده و زندهش خو میامد که دل ما جمع میشه
هر چی نباشه اگر اشتباهم کرده باشه خوارم است بدی شدیده نمیتونم که جگرخون باشه یا کدام بلای خدای نکرده سرش بره. از یک سال خسرانش بیاید چه قنام بدی میشه انا ماده کلقم بد میشه. اچم چی کنیم به خدا. هیچ تو جایم نمانده که ندیده باشیم. خیلی جای پولیدیم. برای نجورش کنم برای من خوره کن خدا مصب خاله میاره آلی صبر حال مادر موتر کشید مادر موتر کشید خدام پیسر در کجا مانده پیسر خود جای پیسیش خود دیدیم نه خدام که چقدره نه جای پیسیش دیدیم جای شهر مادر نکو صدا بان کم پیسر سری بگیره بکشه ببینن که باز بگوین که مادر بیا چی شده 2000 پس نمیدید بیا باش که من اینجا گوتا پوشم که برایم پشتتان خب یعنی 2000 پا دست تو میتم دختر خب ایلا مصرفی نکنی که باز بری برای من قیتک و گلک موی چیزار جمع کنی بیاری گلک موی خارجگاه میریم باز خب بیخی خیلی داره کلان دخترجگاه میریم بری بخیر 2000 پا من دادم 4500 پا پیشتان شد هرچی که میخری بخری زود بیاین خب دیر نکنیم بری پناهیتون بخدا دیگه چیز کار داری خانه بیارم نه به تو بیارم دیگه باز بی پیسه سرخال بری دیشانا الان زود بری بیا که بریم بر پناهیتون بخدا تو خوش شدی ها؟ بری پیسه؟ شیرین نکو پیش مادرم برو کال پیسه را گرفت بچه بازو خاطر نه بری نه غیر خود احترام زود داریم بین خب دختر زود بین احتیاط کنه جای نفتی خب احتیاط کنه جای نفتی بچه خانم حکام است و خیر شوق ما زیاد است برو تو ما میفهم که نفتی به خاطر که بسیار به خوشحالی میری بخیر بری زود بیا که تا آمدن پدر پس بیای خب سر صدای زور سر نکشی بچه بری پناهیتون خدا تو بعد است از دخترها به خدا هر دقیقه پیسه که بیتی خوش هستن اگه ندادی خلاص پیشانیاشون کشال میشه که والا مادرم برام پیسه نداد چه رقم هوا سرد است امروز برفا میخوره ساعت بگو باز والا که دیگه افتم کنن که چیز بازم برو پناهشان به خدا چای هنچی وقت مانیم جوش کرد نکد نه بابا هایم جوش نکد هوا یخ است بخی و علیکم بچه قندم خوب استی جان جور است دخترها را بچیم خوارای درب گفت برم یگان چیز بگیرم حالا خوب بازار رفتن حالا خوب میگن توی هنوز توی معلوم نه بیدرام رفت وجه به سر انداخت دیگه رفت در پابیای مادر خب رفت بچه من خب مریض است بچه خب رفت من اونجا دیگه کی رو بیارم مجبوری یا تو بری پشتش بری یا ما برم پشتش بیارمش دیروز بارندگی هم بود شاید از خاطر نامده باشه دیگه اونو تو حال دقیقه زنگ زدم تلفن شام رخ نمیکنه دخترم میکنه امیت بسیار فسادی زارست بسیار چیز با فکر دقتی کار کرده فهمید که با دخترم به اون دادم به بچهش ندادی میره میکاره با حق دخترم کرده پیدا میشه خیره که پیدا میشه که باز یک جای پیدا کنیم من میرم مادر ما به جانش میرفتید مادر جان باز بری جگر خودت میکنه باز من میرم خیره جنگ نمیکن با وزر او جنگ میکنه تو جنگ نمیکنه او جنگ میکنه دمان تو دختر بزان میکنم من خودم اگه نه دلم میترقه بالش بره که دل خدا بگو خالی کنم بیبی جان من باز جگر خونی میکنه همه چای مای کلی زار ما شده دست از القدان میخی قاب شد خلق شد خدایا رو بزنه مادر چی میگی دختر چی میگی مادرم نرو خیره باز جگر خونت میکنه میفهم او یک عملیست باز یکان گفت مثل جگر خونت میکنه سعی که تو چیه سر روی تو چی جور شده رنگ تا تو جگر خونی زرد شد دقیقه من نباش مادر جان میفهمی که زن کاکای زنگ زده بود میایین حالا چی جوابتم براش بیبی ها چی زنگ زده بود میایین نمی دقیقه میایین دراستن من برای چی جوابتم میرم خیره وزر زاریش نمیکرد من خورده پیدا کنم زن کاکایم بیاید مسئله یک روز درست 3 روز نیست بچه که من برد بوی که برو یک درست 3 روز یه خب مسئله عمر رسید میگه برو مان درست 3 روز 4 یک مدام چی جواب بدم مادر جان ناله بری باز یکان گپ میزنی جگر خون میشی باز گریان میکنی میایی دخترم هیچ چیز الان میشه دخترم من میفهم در کار خود میفهم میرم من رقم شب پیش حمید میرم عذرش میکنم زاریش میکنم بچه اینا میان و میایم بیبی ها جیگو میایم پیش از آمدن تو زنگ زدن من چی چاره کنم تو برو دخترم من میرم
خدای چی مشکلات است. کاش که یک خبرش خو می آمد که اینی جز که دل ما جمع میشه، چی مرده باشه چی زنده باشه. ای خدای تو با. یا کاش که یک بیادر می داشتیم، پدر ما زنده می بود، هیچ قسم بلا سر ما نمی آمد. هیچ بمی کارم دلم نمیشه. سر ما رو در ساختی دختر. کاش که جوان آمد میشیدی از اینکه بیبی جان جوان نمیشه. چرا؟ سر تگرفته؟ این سرم از قدر تشویش قدر واسه بچکم سر تر بیا خیره. بیبی جان سر تر خیره قد تشویش نکن. ولی دختر چه کم بود داشت، نانش میرسید اوش میرسید. وی دختر باز ماشین چی کرده هم دوشک این جوانی چیزی نیو خدای چی بلا خانه است بخی دیوانه شیم یکی یخم زده. مریم چی بلا دختر است؟ چرا؟ خود دختری خانه است یا ماجتی چی است؟ سر کل جانو چه سیدن دوشک هوا نیست یخم زده یخم. حالا یک دفعه بان گپ زدن مرا بان یک روز اوقات خوش نیست. قهار ما سیدی رو خیلی دیوانه شیم که شما یه روز خدای خانه گر نبوده یه روز خدای خانه در توشک سیوار نبوده جمع کنه و جمع کنه مثل کجا میبره هیچ جای نمیبرم هم اینجا هست. خود تصورش کن چیز خوب از دانت نبرامده غیر هی بابا دیگه توشک من جمع نکن دختر که گفته باشم این زمین تر است. زمین تر است بیا بشی یک روز خوب رویه کنی گناه میشه. کمپل من برخی یک روز نوردی که بگی ما سر پای که خونه کت گرفته نازدانی خانه ما بودی چی کم بود داشت که کار کرد. حالا مادرم رفت واس پیش همین جنگ داره؟ ما چون گفته که گفته جنگ نمیکنیم بخی دیوانه شدم کت زمین. یکی یه طرف مادر میگم نرو جنگ میکنه دعوا میکنه باز جنگ میکنه حق داره که ما قسم بیاد چه خوب هم داریم که بره زخال مخالم شروع میکنه که میگه بخی دیوانیت میکنه. کاش که اگه میسایی میداشتیم با قرآن خدا که دانه داره کسبت کنه یک عملی کاش که میرفتی چی شده نگویش فردین آسناتا برده کیا؟ خبر شدم خبر نداشت این خبر نداشت 100% مطمئن خود نبودیم که ما برده خب برده غیر کجا ده گپ زدن کجا ده چی میمانی غیر شاپیرای جان هستی؟ هستم بیا زمین جان خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوب هستی؟ خوب شاپیرای جان خوارکم همی وزر میکنم برات زودی میکنم بالا بشی مانا تو بشی این بچه دختر مرا برده خوارکم این بچه تا بگو وزر زاری تا میکنم همی دختر ما بیار روزی که شیرنی دادی روزی که اینجا کلگی رو جمع کردی یک دفعه مرا گفتی باش کمی ننوی غریب بیچاره خودم بطلبم که بیایم اینجا خیرسی یک گلاس چای بخوره تلبیستی مرا جان صدقه چم قربان چم ما کدام کمیو کاستی برتان کردم تو بار خیره کدام کمیو کاستی ما برتان کردیم قدر عزت خدا بیامرز پدر مادر تانه نکردیم از خودتان نکردیم کدام بدیم برات رسیده خیره عذر میکنم بر چاپیره جان مادر بشی بشی عذر میکنم چاپیره جان نکزن ماما جان نکزن ماما خیر است پیدا میشه بچم دستگاه خراب است یا خودش گل کرده تلفن فکر دخترها بازار رفتن بچه میگفت باش میریم که یا روسی یا یک شیرینی خوری خب میشه گفت بریم یگان چیز بگیریم یک 2,500 پا خودشون جمع که 2,000 پا مال از پیسه و باید بده فقط تو باید بر من قدر پیسه آورده که از پیش من پیسه و باید بده بچم اگه یک چیز مردادی بر دخترها نگو که از پیش ما میگیرن باز اون طرف ما باید پیسه بده و باید پیسه بده خب محفل هم باشه باز اون که رفتن بچه میبینه این قبر قیتک و ناخونک چیزا رو خریدم میارن کاش که یک چیز صحیح بخرن خب بتمشان پیسه تا تمام تو پشتی خواراستی که اینان بونی حالیه خوره ما دیگه پشتی کی کنم دیگه نگاه تو بی جان تو رفت اونجا خو کرد کار هیچ حساب معلوم نیست که آدم میسه یک سر بر خدا پیدا کنه بچیم مرتام خوب شد بخیر مو سر بر خانه که ما میشه بخیر بچه‌ت مرجی برآورد بچیم جوشکا که تا گم کردی بر ما خورد است خبردگارانه دیگه سایز وقت زنت از بچیم اگه نیم بسیار وقت میگه بر مادر کرد چه قولادش کلان شو بای جان میگه نوزا میگه نه بچه که ما چگه کس نه گپ خا دیگه بر نه خوب است قدر سن تام خورد نیست شکر که بخیر خوبیم پایت بان شد گپ بیت چطور هوا سر شده بچیم
خب بارندگی مادر بسیار نمی چند روز چقدر یخبندی و زمستان است. خوارایت هم در یخبندی یا رفتن کدام جای کلام علاق نشن کدام جای گفتن خلاص دیدی که روز خورشید افتی بود کمر درد میکنه پای امروز تو تیز دوید که ایران بانی نه پای درد میکنه کمر درد میکنه خوشور شو قارتی ده کلشان زده نیک حالا دخترها دیگه الله بسیار زیاد حالا مادر بر ما کالا چی میگیری حالا بود چی بگیریم حالا فلان چی بگیریم خلاصه نه هنوز چای میخوری بچیم برد یک پیرک پرتم خیر مادر مشکل نیست نه من یک دفعه متخته قبل مادر برو بچه برو ما خواهیم پیشک بخاری را گرفتیم امروز بچیم زیاد هوا یخ است برو بچیم باز بیاتم که خنک نخوری شکر که این بچه هم اومد به خدا از تنهاییم یک ذره خوب شد که یک ذره غم آدم کتم آدم مسافر که بیه غم آدم گل میشه که تشک زد قصه میکنم گپ میزنم من دلم پر است برو بچیم ده خانه است یه باش برم یک غم دیگه گرم کنم یک غم چاش ماشتا بخورم برای یا خود دخترها رفت دیگه مجبور خودم برم یکی گفت دیگه رفتم اینجا از شبخانه و یک پرسان کردم کس نبود اینجا دان کوچه از دکاندارا و یک پرسان کردم گفتن که فردین برآمد دیگه ایشو ندیدن کجا رفته چی کرده کجا حال است مادرشو میگفتی حالا خدا مادر میگه مادر جایشو میگه خود نمیگه بگویا لاگه او تو پشتی بچه خودم میکنه من خبر دارم مادر دارم اویزانش کنی زن نمیگه بیا زن نمیگه هم یک کپان از خودم میگم که بچه ما آرام باشه ما صدر جایی که باشه اون زن مفت گرفت دیگه چی کار داره داره بیلیتی اون گرفت دیگه حالا تو کنی نمیفهمم من از وظیفه‌ام من از زندگی موندم من وظیفه‌ام 2 روز بعد منو میکشم میگه تو چند روز است که نمی گرفتی تو خب ببینم چند روز است که میگردم پیش آسونا کدی خبر نداری امروز باز بی آجی هم میه زن کاکای میه بله میکنه بر من روزی که شیرینی دادی مرا بی قدر به عزت ساختی مرا امنیت ندادی خیره که غریب بودم روزی که شیرینی خوری کردی کل دنیا جمع شد من در اونجا نبودم در یک گولی یک دروازه کشید بودم مگه مرا نخواستی اون دخترت که میگه من دکتر هستم دکتر صاحب من که برو دکتر صاحب نشکنم اینو خبر داری که خبر دارم آمدن بر موالا مادرم خبر نداره حضرت میکنم خیلی دختر مادرم بتین ما گفتم مادرت میگیم رفته شد خب روز بگی سبا بگی تا چه وقت میگی آرزو خیبرش میگی خب اون میگه بیایم شیرینی خوری کنیم آرسی کنیم خلاص شد جمع میکنن مولر دیگه و خونه میمونه تو بشینی هم تو یک ماه ما قسم بانه برش کردم میگه تا یک ماه بانه کنی که آسینات نیست گم است میشه پیدا شد پشیمان شد هیچ پیدا نشود او که پیدا شده اون خونه میگیره دیگه پس دختر برد 3 روز گم شد دختر کس پس نمیگیره باز یک ماه بعد پس به اون بود میگیره خاک در سرش اون چه خبر داره گم شده بیبی جان نمیگه گم شدن خبر میشه میخوانم که بیا به خدا بیایید کوتاه فیش مقصد پیدا شد خدا شد اون پیدا شد میگه که بچی چی رفت پیدا نشده چی میفهمه که از کشور بیرون رفته باشد کدام جای رفته باشد مسافر شده باشد که من بیخ دیوانه شده چند وقت گم است یک روز درست خونه شد چند روز شده که اینو میگه پاس این خانه بیخ چطوری دیگه موضوع شینه موضوع است شاپیرای جان حضرت میکنم من ندیدیم ملا بیبی شاپیرای جان مادر بیبی آجی میاد زن ایوارم میاد پیشم زن ایوارم میاد پیشم ما چی جو کنه تو بتام هم بینی بریدگی را کجا برم آخرم خوب بیادر زادی تاست از خون خودتان از کدام خوب بیگانه نیست که توی کار بده با وقت ما کردی خیره ما نکردیم کار بده شما کار خوب حق ما نکردیم در یک گولی در یک دالیز در یک خانه مرا بی قدر بی عزت ساختین یک دفعه نگفتینیم که بیاییم 4 نفر شد تو هم خیر پنجمش بیشی اما کس من دل من گپ نبود با خدا که دل من نبودی امروز خانه نبودی ما چطور بر خبر نمیکردم سلما کرد بسیار دیگر رنگ سلما دخترای بسیار دختر خوب است شاپیرای جان بیادر زادای توست بیگانه نیست از خون خودت زن ما مادر من به احساس از در این حساب مقصد خبر نداره دختر ما برم بته خبر نداره دختر ما برم بته حالا ما یک روز بگیم برو خانه همیشه 2 روز بگیم خانه خیش قومیش از آخر ما چه جواب بتم بینی بریدگی بینی را کجا ببرم بینی را کجا دفن کنم
حالا ترس خود که مام چیز گفته نمیتونم نال تو 100% نمیفهمی که بچه ما برده و مام نمیفهمی که بچه تو برده 100% فهمیدم بابا اول آمد گفت فردین برده سال خدا خیر پرتم بگه یا الله خیر در بازار واز میمانند چی بگویی در بازار هم بستن هم یا الله خیر یادشون صدایشون نیست یا الله خیر جنون کنم چی نکنم یکی نیست که بچم در زیر صندلی رفتن کجا اینجا هم گاز روشن ماندن چی بگویی وای که بگویی باز باید میگه که قدر نگوی قدر خودت نه اینمی یک گپ شود خدا ناخواسته یک دفعه میجه اینمی بسوزه یک چیز دیگه شود دو خانه صندلی اینجا اینی چالان مادر جا مادر رو باید کجا هستینم یکی درکتم نیست دخترها کمک کار داشت رفتن بازار کجا؟ رفتن گفتن میریم شهر یگان چیز میگیریم خیبر میره زود کرده حال سکتی یا نه این چای جوش هم جوش آمده این را میلا کردین وان پخته جوش بخوره تو جوش جوش چی نمیه روشن میمونه که بیرون رفتین خمیره گل کنین صد گپ است صد خطر داره باز این به حساب یک چیز را میسوزونه در میگیره یا بوی از این دیگه است در حاضر بیخ کل چی جایم پیچاندگی است همین بوی گاز دیدی که بسیار خطرناک است ایمیل که یک در نمی بود خود کجا میشتی خمین آمده بغل کمشتی گرم اومدی هنوز گپ تا میزنی واس بوی خیلی خانه تو نبود که روشن مونیم چون هم جوش گفت که یک ذره سرپوش شد چون دختر جوش حالا گمش تو چی میکنی که دالی برای چی رفتن حالا کجاست نه معامله معلوم است نه دیگه معلوم است این چی میگه اما مسئله که میگه سر ما انو کلاوا معلوم نیست وقت و رفتن دغه خرید شدن خرید چی دخترها دیگه بیچاره خودگاه چیز من ضرورت داشتن یک بانه کردن گفت خاطر توی میری میگن چیز میخریم شیر نخوری رفتن دیگه ما چه قوار من نکنم مول که برن روز کار یک روز میرن 100 روز در کار یک روز یار بون که یک روز برن چکر خودم بذارن میگن چیزا بخرم بیچاره ضرورت دارم زدیم با تو دفاع میکنی خود تو باید کتشون رفت نه باید چی کنم خودشون اینجا یک شهر است میرن میخرن میان دیگه باید خواب بود بیشتر آمد گفت که رفتن ما حالا بخیر موبایل پس اتاق خود رفت خیلی تو کتشون میرفتی هیچ کنم من قدر حوصله ندارم دیگه دخترها سالو ما پشت از اون بگردم باش با چی میخرن باز من که باشم چیز خریدم نمیتونن که مادر اینو بگیریم اینو مرد دیوانه میکنن اون خودشون رفتن بخیر خودشون بخرن خلاص خیر دیگه والا هنوز مثلا معلوم نیست و چیزی که ضرورت داشت تو را میگفت تو گروه رفته بودی که مادرت برشان اگه چیز میخریدی حاجت از او چی بود که وا بخیزن برن دخترها از هر چیز خاطر نمیتونه مرک مادر برام بیاد خو رفتن دیگه بانشون پناشون به خدا دعا کو بخیر بیام که اخوندی هم است اینجا خراب است ما از همین خاطر میگم اگر چی که یک بندیس خدا نخواسته اگه اونجا رفتیدن باید بشه دیگه نه که تزو بود ما خو زیاد گفتمشون که نرو رفتن دیگه بان دعا کو بخیر بس بیان او تو مادرت حالا بهش نشده نه ما بیشتر برش زنگ زدم هیچ رخ نمیگن تلفنش خدا خیر پیش کنه خوب آرام است جایش ایزن اینجا اخوندی شاید خاطرم این اومده باشه که باش نرم که پای ما اینجا نلخ شده اونم اینجا خود گرچه تو سعی سو جواریس و خاطر مجمع است که چیز میشه خوب نگاهش میکنه باشم یکی درست صبر میکنم اگه باز دیدم که ساعتش مون نشد باز یا تلفن رخ نکرد باز میرم میارم شده دیگه بخیر ببینیم کاروا چی میگن چی میشن دیگه ما میگن چیز خیلی جور کنم مرچاش برام که با سر صدای ببره کار تو خونه‌اش کم است پشت خوردن دیگه الان خودت بعد دیگه میکنی که باز گفتی این تو باز پای چیز میزنه هر موزه برو چای پارت و چای خوش پارت بیاد نه خب بیا خیدمش که کنی جوش آمده است بریم گمش که همه خگپ بانه بریم پشت کارتان برم پیش مادرم کویتان با اینا پیش مادر باز کار رفتین غالا میکنه بریم آشپزخانه میشه که کار من چای من نمیخورم نه گمش کسکو میگه کسام بیخی خراب یخ وقت کرد نمیخورم چایم بیام در پاس پیری خدا و راستی الوای نفکتی تو جا پیره جا بازم بچه تا کوشش که بگم دختر مرا برام بیار خیر عذرت میکنم
خیرش پیران جگر باز میگمش اگه برده بود میگمش که باز بیاری اگه برده بود نمیشین زمان استو خیر از دیگر خونی نکنه چطور کنم بچه حالا خیر از مزید مادر ما خود دیدی دیگه اون امور که بزن اعصابش خراب میباشه این میت رویه میکنه رویه زور در دل نگی او هم خبر نداره دکترش میره مارش میگیره پیسا رو سلما رو میزنه که یعنی بچه ها زی کار نمیکنه که کار پیدا نمیشه ما پیسه دار هستیم ما غرور داریم حالا من می غرور رو تقیل کرده می زمین میزنم پاشت میکنم تو دکتره تو با خدایا خب این که به احساس از تاثیر اینمی نسوارش هست تو خبر نداری؟ ندارم من خبر من خوش نیستم نه خبر نداریم ما خبر نداریم ما خود این حالت تو خوش نیستیم چطور امکان داره که یک بچه آدم از خانه گم شه خبر نداشته میفهم درکت میکنم که چی حالت برسال ماجان یکی اول داد دقیق اول داد که این فردین برده دختره خب من او گفت قبول دارم فردین و از امور روز نیستم خاله چی بود دیگه بانین ماما رو حالا خودم بانین سلام علیکم بیبی حاجی خوب هستی قربان سلامت خوب هستی جانک جور است شکر که خوب هستی بیبی حاجی آمدی بخیر شکر خوب شه که در یک بندی ها نلق چیدی بیبی حاجی نقبه تشویشت بدم یک جگر خونت بدم بری که خونکت نزنه جبه سرد آمده که یک قسم خونک است یک قسم واقعا که بیاده بی اندازه که نلق چی بیبی حاجی شکر تو خوب هستی کجا ساروسم دیده نمیشه آمدم پرجان که بخیر رضای الله باشه دیگه بخیر نفرک خداور دارم بیا ما کم بگی سعی کنی یخک نمیگی باز بفتادم در خانه قصه نکنی که یخک بوده اینال باز قار میشه میگه چرا خیر رفته خیره خب پیسه بچه قوزروزاری گرفتیم رو جمپر خریدی با پدر منال بیاز گریخته خاله تو رقم نشان نتک گریخته سوال کنه تو اون سوال از او بر میمونی نمیش که بچه مال حیران مانده باز مادرتان ببینی که بازگان اخمر ملامت میکنه تو هم میگی که پدر چیز نگویشان خب که نگویی تو کارا میکنن حالا یک دقیقه که تو حوصله نکنی یک دقیقه مادر ما میشه پدر رو جنگ من شیشگی یک سلام نمید یک سلام یاد نداره خیر سال غرور داره خب خیر است اون خب غرور خود خوردن خاله که باز آمد پیش پای تو خود انداخت دیگه تو نمیکنی که ما رو رس کنی یا خودت بشینی پایین اما تو هیچ نشه خیلی از رنگ رو خود واضح معلوم میشه که حالا دختر ما برام زمین کاکای چی جو بگم چی بگم رفتم پیش همه در پایایش افتیدم پایایش گرفتم وزر زاری کردم گریان شدم